اینجا خودخونه ادم بوده دوستان، مرکز سودای ادم. جام سامبوسنیکای زور داره. بعد دوستان ما با سوبارو چینا میرویم که اون طرف خیلی زیقی است. باز ما با ایس میگذاریم و با ابراد میبیم تو گردش سنزره. انا دوستان که جایی که ما فقط چالش میکنم قهوه خونه فوران، هم پیتزریا هم خودخونه هم گامبورگر، یکی فوران 32 بوده است. آفرین. ما خوردگی پیتزا چالش ها هست در یوتیوب بینه دوستان. دانش طلب و بزرگی آموز. آفرین. سخنانی بهترین. الماس مرکز زبان آموزی. سلام دوستان، از ما تا اونو چوره را میره میبینیم. شما اینو خیلی با حضور از ما میبینیم. اوه سلام. ما اینجا امروز چالش داریم دوستان. انا استماتولوژیا. ما در خوردیم خیلی از این میترسیدم. تو چی دوستان؟ من حاضرم میترسم. آفرین. من هم نگاه کنید. پذیرایی تشبوس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 چی خیلی زود سلامتی ملت بایگری دولت سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت استقلالیت بزرگترین ثروت و به بهاترین نعمت برای هر یک ملت است. امامعلی رحمان. آفرین. انا اینجا دوستان ما گفتیم کوچه مایکوفسکی و انا اینجا استماتولوژیا الماس مرکز آموزشی بوده. اینا دوستان بیناهای چهارراه دوره سوویتی و اونم خیلی نوسترای که بگیم خیلی نوسترای شدن. این 2 میلیون و اون طرف کالسوای جلجم می شود و این بگیم سراهای گردشی مرشودکای 13 اون طرف بزرگشه و کنشکای مرشودکای 13. اینا دوستان در همین جا نوار خود رو با انجام میرسانم. با شما موفقیت، سربلندی، خانه آبادی، فیض و برکت در خانه اتون، بخت و سعادت با توی هم همچنین دوستان.